اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. وزارت اطلاعات و فرهنگ با نویسندگان در چاپ کتبشان همکاری می کند. معین نشراتی این وزارت آقای مهاجر فراهی می گوید آن عده نویسندگان که توان چاپ کتبشان را ندارد برای چاپ با وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه نمایند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید ریاست مطالعه بازار کار در سال جاری بالای 7 زون به شمول کابل عملاً به مطالعه شروع کرده تا سطح بیکاری و نیازهای شغلی را مشخص کند. بر اساس گزارش ها دولت دنمارک به پارلمان این کشور طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن بهترامی در برابر قرآن کریم و مقدسات اسلامی یک عمل غیر قانونی و جرم پنداشته می شود. بر اساس این طرح کسی که در برابر مقدسات اسلامی بهترامی کند جریمه و زندانی می شود. شاروالی کابل می گوید کار قیرریزی سرک دارالمان الا دهدانه آغاز گردید. وزارت امور داخله می گوید 33 تن پس از یک ماه آموزش از مرکز تعلیمی و آموزشی ریاست معلوماتی و تکنولوژی فارغ گردیدند. وزارت دفاع ملی می گوید 100 موتر نظامی توسط تیم تکنیکی انجینری میدان هوایی بگرام و فرقه 221 شهید آفتاب ترمیم و مورد بهره برداری قرار گرفت. معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل الحاج مولا عبدالخالق عابد در یک گرد همایی در ولایت پروان گفت سالهاست که در افغانستان جنگ وجود داشت، ساختن آن نیاز به زمان دارد و امارت اسلامی برای آبادی آن متعهد است. رهبری رادیو تلویزیون ملی سمینار 3 روزه را به هدف بهبود در کارها و ارتقای ظرفیت آمرین ولایتی خود آغاز کرد. در این سمینار علاوه بر ارائه آموزش‌های مسلکی به منظور بهبود کارها، راهنمودهای لازم نیز به آمرین داده می شود.